28 سال دارد. نتیجه بهترینش در چمپیونات افریقا سال 2019 جای دوم، در 2018 جای دوم و گرند اسلم یکاترینبورگ جای هفتم. و سال 2018 شروع شد افریقا شده است 14 اپریل. سومون همون اصول خود باید استفاده برد. در اصول پارتری هم باید کار کند. همون اصول پارتری دست دادن لط دادن دست و دوغی کردن یا خفه کردن حریف. داور از اسپانیا است، راول کاماچ، در درجه المپیک. هاشیموتوس ماگولوف دو نفر لکه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. پهلوان ما نیروسنجی را ادامه می‌دهد در آخر چهارم نهایی. از جهت فیزیکی حریف سومو کارتر با قوت است، ولی از جهت تاکتیکی سومو خوبتر است. چون سومو باید کار کند، حرکت‌های پای در پای همه کوششش از گریبان است. حالا دست رو دقیق دارد، بعداً گریبان جایش رو عوض میکنه، بعداً حریف سومو میخواد نزدیک شدن و نزدیک باید نماند سومو حریفش. اندکی برخورد شد، احساس کرد از حرکت‌های حریفش که چیکار کند. شیده برای کم فاول بودن نسبت به ثانیه‌های اول اندکی سومون جرأتش قوی‌تر شد. یعنی باور کرد که میتواند باز هم جدی‌تر عمل کند در ردیف باز هم حالت‌های خود دفاع. اون اصول خود باید اجرا کند. از بالا این خاص به همون اسلوب‌های معمول و دوست داشته سومون است. از دور هم ببینید که چین تلاشی برای دفاع کردن با سومون، چون سومون دفاع میکنه ممکن نیست. حریفش بسیار کوشش کرد اما حالا که بیرون را استفاده کند 2 3 4 مرتبه. سومون باید کار کند، اون زخمات بالا را کپد و حرکت علی که لب استفاده برد و گوشی را. سریوسین رو خوب داشت. بله. از بالا باز حرکتی دیگر هم میتواند در اینجا توسط گریبان راست حریف آغاز کند. اندکی مشکل‌تر شد، این مراتب هم خوب دفاع کرد سومون. این اولاد باید خود نگاه دارد و حرکت کند که اصول اجرا کند. وقت 30 دقیقه باید این وقت باید این حرکت تکنیکی اجرا شود تا به بله اندکی نزدیکتر شد به همون مطلبش. شدن در کار بود کمکک نرسید همون قوه. بله نزدیک شدن در کار نیست. همین خطر برای نزدیک شدن همین حریف است. حریف میخواد نزدیک شود و اصول اجرا کنه. این میخواد که نزدیکی فاصله رو خیلی نزدیکتر کنه. ببینید یک مرتبه که اندکی مشکلی هم آورد برای سومون. این نیست مته این شیده با به حریفش، چون که اصول نادرست فریب کار شتک شیده. بله شیده هست. یک بار دیگر فشار آورد باز هم حرکت کند که در این لحظه ها چی نتیجه بخش می شود. یک لحظه دیگری که گذاشتن پای نزدیک باید نشود، ولی سومون باید همون اصول خود استفاده برد همون نزدیک شد. بله نه در کار نیست. وزاری واقعا هم وزاری ها.
پارتر حالتی پارتیری باز هم 3 ثانیه دیگه در اختیار دوستان اندکی باز هم دورتر شد لحظه هایی که ببینه باز هم خیلی با جرأتانه 17 کور کردن در کور وقت کشوندن در کار همین لحظه ها در حالت پارتیری همین ثانیه ها پس سرگردن اصول بوگی ترتیبی دیگر لحظه هایی که باز هم برگشت به این نقطه 5 4 3 2 1 و واقعا هم تبریک میگویم موفقیت این چهره سرشناس چمپیون جهان در میان جوانان پهلوان شهرتیار کشور سامان محمد بیکوف را بله هستم با ورزشگر قزاق اسماگولوف در آخرین نیمه نهایی دوم رقابت میکند اما همون چهارگانه بهترین را در گرند اسلم در همین وزن موقعش را باز هم قوی تر کرد بعد آخرین نیمه نهایی برآمد سامان محمد بیکوف عضو منتخب جودوی کشور با اسماگولوف پهلوانی که خواجه زاده بهروز در تل اویو اسرائیل دچار شکستش نموده بود امیدواریم که البته باز هم جذاب